تحصیلات عالی و میانه کسبی 1277 نفر دانشجو قبول کردید که از آنها 1000 اما دیروز یک ایبابای تویی خبرنگار اجنسی آماده کردن کادرهای صاحب تخصص است که از آنها 1367 نفرشان را دکتران تشکیل می‌دهند. خوب می‌دانید که در دوام سال در کشور ما خوشبختانه باز یک دانشکده 38 مغازه نقطه‌های فروش کتاب و دیگر مؤسسه‌های فرهنگی روزی جمعه صحبت طولانی داشته نسبت تمام مسائل صنعت و فرهنگ اونا فکر خودشون را بیان کردن و گفتن که من قرارداد دارم با جمهوری قرقیزستان و امروز من میتونم با باوری بگویم که این تجربه را ما هم باید استفاده کنیم، یعنی که ما از دیگر جا باید رژیسوران دعوت کنیم که خودی تئاتر ملی ما هم فعال شود. برزو درازوف پاکستان یکی از هنرمندان خیلی خوش سلیقه تاجیک هستند. در مورد با جای کار تامین کردن با وزارت یگان نمود یگان بار مراجعت نکردند. ما خیلی شاد میشدیم که اگر چنین هنرمندان خوش سلیقه برای پیشرفت فرهنگ و صنعت ملی خودشون بیشتر سهم می‌ذاشتند، ولی اختیار در دست بختیار است. میگن این حقوق شهروندی و اگر خواهند که ترک کشور کنند شاید اکثرا روزگار اهل صنعت نسبت دیگر طبقه‌های جامعه نسبتا دشوارتر است. مزد و معاشی که اهل فرهنگ میگیرد خیلی کم است. برای پیشبرد زندگی اهل صنعت با مشکلات هم روبرو هستند و شاید اشخاص علاوه‌ای که میخواهند از هنر از صنعت مبلغ زیاد داشته باشند متاسفانه این چیز رو ما در عین زمان دستگیری کرده نمیتونیم و اگر در مجموع نگاه کنیم در طول چند سال اخیر بیشتر از 27 مرتبه مزد معاش کارمندان بلند برداشته است، ولی اختیار جای کار حقوق شهروندی هر یک شهروند است، هر یک هنرمند است و این حقوق وی است.